سلام. سلام، چطوری؟ مثل پلو تو دوری. چی شده؟ چیه سوغاتی واسط رسیده؟ نه خطری از بغل گوش حاجی پریده. عوضی یک چمدون رسیده بود، اما من جنگی ردش کردم و رفت. چرا؟ مرز عراق. میدونی بدهکاری چقدر کرایه؟ کشتی تو هم منو با این اجاره. من که دیگه میخوام باهات قهر کنم. قصه نخور، خیال دارم یک جا حساب سر کنم. سلام. آخه شونمو له کردی، حواست کجاست؟ خوشگل من ببخشید، آخر شب قرارمون پابرجاست. اگه من بیام بهتره؟ معلومه دیگه دخمله. اتاق تو خیلی گرمه ولی خطرش کمتره. نه تو چی کارش بکنم؟ خودمونو خوابش میکنم. این صداها چیه؟ کیه اونجا؟ وای مامان منم اینجا. اونجا رفتی چیکار توی هشتی؟ حرف بزن، دنبال چی میگشتی؟ با چی حرف میزدی؟ ور پریده؟ فخری مامان. آره خیر بریده. چی میخواد؟ دیگ میخواد. بارا دختر بارا چش دریده. همه رو بگیرین نگین نگفتم. میخوام برم تو حوض گرما پختم. پاشو دختر، پاشو بارا تو اتاقت. گناه داره بهش بیفته نگاهت. ببین اول کیه، بعد آبتنی کن. اگه مستاجران کم محلی کن. خاطر جمع باشه، من به اونا جواب نمیدم. بگو غیر از شبا اونم واسه خواب را نمیدم. خیلی خوب. کجایی آقا جان؟ چاکرتم دورت بگردم. 2 ساعت دارم دنبال آدریست میگردم. چی شده؟ چی میخواد؟ فدات بگردم. چمدانت جموند وسط آوردم. حواست تو چرا پرده؟ تو که خیلی جوانی. حالا بهت میدم یک مژدگانی. نزن، من مژدگانی میل ندارم. به جون تو نمیشه. خدا شاهد سر شد میل ندارم. به مرگ تو نمیشه. بابا من که ز تو چیزی نخواستم. عجب کاری خودم دادم با دستم. بگیر.